خب برای بازبینی کردن فیلم هم ما روی این دستگاه میزنیم، هر دوربینی رو که خواستیم پلی میکنیم. این فیلم رو مثلا میخوایم بازبینی کنیم، خدمت شما عرض شود که این پایین پلی بک داره. پلی بک رو میزنیم، تاریخ رو انتخاب میکنیم. اگه همین امروزه که کاری بهش نداریم، اگه روزای دیگه است، اینایی که آبی شده یعنی ضبط داریم ما. مثلا ماه قبل این 2 هفته و خورده ای رو ضبط داریم، واسه این ماه هم این چند روز رو تقریبا مثلا 25-6 روز ضبط داریم. ما مثلا میریم جمعه رو بازبینی کنیم. حرکتی اگه دوربین تشخیص داده باشه اینجا عکس گرفته خود دوربین، میتونیم بیایم مثلا بگیم 11:49 دقیقه مثلا یه مشتری اومده، اونو فیلمشو به ما نشون بده، میاره نشون میده. یا مثلا میریم 11:51 دقیقه یا بریم جلوتر 12:10 12:10 فیلمشو داره نشون میده. یا اینکه این نواری که اینجا داریم رو به صورت دستی خودمون عقب جلو کنیم. اینایی که میبینید زرد شده یعنی اینکه حرکتی بوده، نفر تو مغازه تردد داشته. اینایی که سبز هیچ زردی نداره یعنی هیچ کسی هم هیچ اتفاقی توی مغازه نیفتاده، هیچ کسی هم هیچ ترددی نداشته. اینایی که زرده یعنی اینکه کسی تو مغازه اومده رفته، که میبینید این بالا عکس هم گرفته ازش. حالا اینجا رو دقت کنید، ساعت 10 11 12 13 14 15 16 به صورت ساعت فاصله ای که به ما داره میده. اگه این مثبت رو ما بزنیم اون ساعت میشه دقیقه، میشه الان 13:50 دقیقه 13:40 دقیقه 13:30 دقیقه. میبینید 10 دقیقه 10 دقیقه است. اینجا میتونیم بهتر دنبال ویدئویی که دنبالشیم بگردیم، دقیقاً اونی که میخوایم و میاریم.